الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. روز گذشته رسیدیم به جمع‌بندی بحث. ما با دو دلیل و چند شاهد خواستیم اثبات بکنیم که علم کلام هم از معدات اجتهاده. منات فرمودید؟ یعنی کل مباحثی یکی دو هفته‌ای که ما مشغول هستیم برمیگردد که آیا علم کلام از معدات اجتهاد هست یا از معدات اجتهاد نیست. عرض ما اینه: توجه به دو دلیل و چند شاهد اثبات می کند که علم کلام از معدات اجتهاد است. حالا خلاصه این دو دلیل رو عرض می کنم، دوستان یادداشت بکنن چون داریم نتیجه گیری می کنیم، بعد ادامه بحث اون شواهد رو عرض می کنیم. دلیل اول، توجه به مبانی کلامی فقه و اجتهاد است. یک دقیقه ذهنتون به من بسپارید، ننویسید چیزی. هنگامی که ما کلمه مبانی رو به کار میبریم جایی است که بنا باشه. درست شده؟ بنا بر اساسی چیه؟ مبانیه. اون ستون هاست، اون ریشه هاست. تا مبانی نباشد بنا معنا ندارد. شما یک بنایی دارید به نام فقه، یک بنایی دارید به نام اجتهاد و استنباط. خب این فقه، این استنباط و اجتهاد که بنا هستن بر اساس یک سری مبانی و پیش‌فرض هاست. اگر اون مبانی و پیش‌فرض ها نباشه اصلا چیزی به نام اجتهاد استنباط معنا نداره. باشه شد؟ پس همیشه بناها فرع بر مبانی هست. درست شد؟ هرچه مبانی عمیق، درست، منطقی و علمی باشد و بناها هم بناهای محکمه. دقت فرمودید؟ اما اگر مبانی سستی باشه، مبانی درستی نباشه، و بناها هم بنای مستحکمی نخواهد بود. مثل که انسان میاد خدمتتون از کنم گاهی اوقات آدم برفی درست میکنه. درست شده؟ شما در ظاهر چی میبینید آقای فیاض؟ آدمک میبینید. اما این شکل که بناست مبناش چیه؟ برفه. تا که ادامه داره؟ آفتاب نیاد. اما همین که آفتاب بیاد چند ساعت بعد دیگه تصویری از آدم شما نمیبینی. چرا؟ چون میگه مبنای این آدمکی که من دیدم برف بوده. بله این دوام و استمرار
نداشته. پس اون آدمکی که من صورتش رو میدیدم از بین رفته است. پس همیشه بناها فرع بر مبناست. اگر مبنا دقیق و محکم باشد بنا هم محکم می باشد. خب عنوان چی دادیم؟ توجه به مبانی کلامی فقه و اجتهاد و استنباط. دقت کردیم؟ باید نگاه بکنیم که این فقه و اجتهاد ما آیا بنا شده بر مبنایی به نام علم کلام یا مبنای کلامی در فقه و اجتهاد لحاظ نمی شود. دقت کردید؟ این نکته بسیار بسیار مهمیه که آخر جلسه 2 تا تذکر دارم عرض میکنم که اگر مورد قبول دوستان واقع بشه با یک زاویه جدیدی از بحث رو میخوایم شروع بکنیم. خب حالا یادداشت بفرمایید. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در رابطه با مطلب اول میفرماید الاجتهاد یتوقف على تصحیح الاعتقاد. الاجتهاد یتوقف على تصحیح الاعتقاد، یعنی اجتهاد حقیقی و درست بر اعتقادات صحیح استواره. بر اعتقادات صحیح استواره یعنی فقهی که بر اساس اعتقادات درست مبتنی باشد. خیلی قشنگه. فقهی است که به بیراه نمی رود. گرفتی منظور؟ آیا فریاد گرفتی مطلب یا نه؟ ببین فقه اجتهاد و استنباطی که مبتنی بر اعتقادات صحیح باشد این اجتهاد به بیراهه نمی رود. بیراهه نمی رود یعنی چی؟ یعنی اگر به واقع برسه همون للمصیبه اجران، به واقع هم نرسد له اجر واحد. چرا؟ چون بیراهه نرفته بود، از راهش رفته بوده. برای چه عرض میکنم؟ دلیل این مطلب آن است که چرا ما میگیم مبانی کلامی فقه اسلامی نتیجهش میشود که علم کلام جزء معدات اجتهاد است. 2 منبع اصلی استنباط احکام شرعی یعنی کتاب و سنت زمانی استناد به این 2 منبع و اجتهاد از این 2 منبع صحیح است که این که به بعد مهمه که توحید، نبوت، امامت و عصمت بر فقیه ثابت شده باشد و اثبات این امور. کدوم امور؟ توحید، نبوت، امامت و اثبات این امور فقط در علم کلام می باشد. چنانچه
مرحوم نراقی در ادامه می‌فرماید دلیل اشتراط الکلام واسه یعنی چی؟ دلیل این که علم کلام شرط است برای اجتهاد. دلیل ما چیه؟ دلیل اشتراط الکلام توقف الاجتهاد على اثبات الصانع و النبی و الامام. همینجور ادامه میده و وجوب اطاعتهم و تعیین الامام و صدق النبی و علی نفی القبیح عنه تعالی. خب اگر نوشتی من توضیح بدم. شما میخواید به کتاب و سنت که به عنوان دو منبع اصلی است برای اجتهاد و استنباط، درست شده؟ خب عرب ها یه مثلی دارن میگه ثبت الارض من خوشها. بله؟ اول اثبات بکن که این قرآن کلام چیه؟ خداست. ثم خوشها. سپس بیار از این قرآن استنباط حکم شرعی بکن. به سنت میخواید استنباط بکنی، اول باید نبوت نبی و امامت امام اثبات بشه، بعد بتونی به سنت معصوم استدلال بکنید. و الا هنوز نبوت، امامت، اسمت ثابت نشده باشه، شما چطور میگم که به فرموده پیامبر اکرم نماز واجبه؟ بله؟ به فرموده امام صادق روزه واجبه؟ به فرموده امام صادق طواف 7 دوره. خب میگه بفرمود فرموده این صادق باقر علیهم السلام، میگه اینو چه کارن؟ یعنی اینا چی هن؟ امامن. بفرمود از کجا امامتشون ثابت شده؟ یا شد؟ بگیم امامتشون در علم کلام ثابت شده. پس نگاه کنید، یه بنایی دارید شما به نام استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت. این بنا باید مبتنی بر یک مبنایی باشد. مبنا کیه؟ اثبات توحید، نبوت، امامت و اثبات. خب اینا این امور در کدوم علم ثابت میشه؟ در علم کلام. نگاه کنید، توجه به رابطه علم فقه به عنوان بنا با علم کلام که به عنوان چیه؟ مبنا هست. توجه به مبانی و نقشی که علم کلام در اجتهاد داره انسان رو به این نتیجه میرساند که علم کلام از معدات اجتهاد می باشه. ادامه بدیم. پس میتوان گفت پرورش اصول فقه و اجتهاد در دامن علم کلام است. اینا فرمودید؟ یعنی اگر شما علم کلام ندانی، دقت کردید؟ من نمیخوام بگم کسی که علم کلام نداره از آیه یا از روایت نمیتونه استدلال بکنه. میخوام بگم استدلالش استدلال شرعی به حجت نیست. دقت کردید؟ زمانی استدلال تو درسته که حتی اگر خطا هم بکنی اجر واحد داری،
که مبتنی باشد بر اینکه اول قرآن کلام خدا بودن رو اثبات بکنیم. کی من میتونم قرآن کلام خداست؟ توحید رو اثبات بکنم، نبوت رو اثبات بکنم، امامت رو اثبات بکنم. این دلیل اول ماست. پس توجه به مبانی کلامی فقه ما را اثبات میکند، ولی اینکه علم کلام بفرمایید از معدات علم اجتهاد باشه. این مطلب اول. دلیل دوم، پس ما در دلیل اول اسمی از قاعده لطف و اینا نیاوردیم، کلی. حالا انشاءالله میگم نکته‌ای که من میخوام آخر جلسه عرض بکنم، اگر مورد قبول شما دوستانی که حاضرین و هم رفقایی که صدای ما رو میشنون واقع بشه، که متاسفانه کمتر تو درس‌های خارج بهش پرداخته میشه، ما یه بحثی رو شروع کنیم تحت عنوان مبانی اجتهاد فقه شیعه. مبانی اجتهاد فقه شیعه. کمتر ما به مباحث پرداخته میشه. طرف کفایه رو که تمام کرده بسم الله میره تو درس خارج شرکت میکنه. دقت کردین؟ اصلا از مبانی اجتهاد خبر نداره. یکی از مبانی علم کلامه، یعنی اون پایه هایی که اجتهاد بر او استواره، هنوز اون پایه ها رو ما خبر نداریم. مثلا مبانی اجتهاد یه بحثی که باید انشاءالله دنبال بشه اگر دوستان حاضر باشن. مثلا مناهج الاجتهاد کمتر ما بهش اطلاع داریم. از چه منهجی ما باید وارد، از چه طریقی ما باید وارد بشیم تا اون اجتهاد ما اجتهاد درستی باشه. دقت کردی؟ این دلیل اول ما شد. پس توجه به رابطه مبنایی علم کلام با اجتهاد ما رو به این نتیجه میرسونه که باید علم کلام رو از معدات اجتهاد بدانیم. این دلیل اول. دلیل دوم، خسته نباشید دوستان. ممنونیم. این مربوط با درس خارج که مستد، این که شما مثلا مطالب رو میگید و مینویسیم ما، این خیلی وقت میبره. استاد باید فقط ارجاع بدن و مطالب رو بگن رد بشن. حالا خیلی خوبه. بچه‌ها مراجعه کنن مطالب. حالا حضرت عالی یکی از اینا باشه فردا برید همین مبانی اجتهاد رو یه مقدار مطلب برای ما بیارید. دقت فرمودید؟ بذار کم بریم خوب بریم. یه بنده خدایی میگفت استادی کم بخوان و پر بدان ای گل به سر. دقت کردید؟ اگر انسان کمتر بخونه ولی خوب مسائل براش حلاجی بشه بهتره. بذار ما تازه ابتدای کاریم، ما فعلا راه رفتن رو یاد بدیم، بعد انشاءالله دوستان راه افتادن. فرمای شما درسته، بله فرمای شما درسته. اما اساتید رو ما تجربه کردیم، اساتیدی که خدمتتون از کنم تند میگن، بعد از مدتی خدمت از کنم این آقایون هم که شکر میگه استاد چی گفته، چندان مطالب دستشون نیست، ولی انشاءالله چشم فرمای شما درسته. خب دلیل دوم، توجه به قاعده لطف و اجماع لطفی، نیازمندی علم اجتهاد به علم شریف کلام را اثبات می کند، چنانچه مفصل در این باره سخن گفتیم. دقت فرمودید؟ آمدیم قاعده لطف را گفتیم، اقسام لطف را گفتیم، چطور قاعده لطف باید باشه تا اجماع حجت باشه. به تعبیر شیخ طوسی اگر خدمت داد کنه قاعده لطف نباشه همه اجماعات ما از کار میفته. حالا چراش یه چیزی که انشاءالله باز امروز آخر جلسه عرض میکنم.
ما معتقدیم که اجماع تضمنی یک چیزی داریم ادعا میکنیم، شاید نو باشه. اجماع تضمنی، اجماع حدسی، اجماع تقریری، همه اینها باز برمیگردن به قاعده لطف. یعنی اگر قاعده لطف نباشد اثبات اون گونه خدمت اجماع هم نمیشود. خب پس دو تا مطلب رو گفتیم که علم کلام جزء معدات اجتهاد است. اما نکته سوم گفتیم شواهده. دیروز بحث شروع کردیم، گفتیم ادل دلیل علی امکان شیء وقوعه فی خارج. خب این مواردی که در علم اصول یا در فقه مطرح شده که برمیگرده به علم کلام، اینا رو بررسی کنیم. یک مورد رو ما جلسه قبل گفتیم. مورد دوم، در مبحث اطلاق و تقیید، هنگامی که ما مأیوس از قید شده ایم، تمسک به اطلاق مطلق میکنیم. اما در عکس به اطلاق مطلق مقدمات حکمت رو جاری میکنیم. یکی از ارکان مقدمات حکمت این است که میگوییم مولا حکیم است و قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نیاورده است و اگر بخواهد خلاف اطلاق را اراده کند، خلاف حکمت است. بله؟ و چنین کاری از حکیم صادر نمی شود چون قبیحه. خب ببین، میگیم که مولا حکیمه، در مقام بیان قرینه در خلافم نیاورده است، پس معلومی که از این مطلق اطلاق اراده کرده. میگیم چرا؟ میگیم چون مولا حکیمه. اگر قرار باشه خلاف اطلاق عمل کنه، این چیه؟ خلاف حکمته. شد؟ و اراده کار خلاف حکیمانه قبیح از مولای حکیم سر بزنه. خب ادامه میدیم چی؟ میگیم بحث حکمت و قبح صدور فعل قبیحانه از حکیم جایش در علم کلام است. خب دو شد؟ پس انا کنید رابطه است بین علم کلام به علم اصول. و شما از همین قاعده اصول که عکس به اطلاق مطلق باشد در استنباط حکم شرعی استفاده میکنید نمیکنید؟ بله؟ میکنید. اما پایه های این عکس به اطلاق کجاست؟ علم کلامه که اگر مولا خلاف اطلاق را اراده کرده باشد بدون نسب قرینه بر خلاف، بله، این خلاف حکمت است و کار خلاف حکمت از حکیم صادر نمی شود. این هم یک مورد دیگر. مثال و مورد سوم، مواردی در اصول استدلال می کنیم که صدور برخی از امور لغو است
و لغو لا یصدر من الحکیم. بله، میگه اگر از این لفظ این معنا اراده بشه چیه؟ بفرمایید. لغوه و محظورهایی داره، به کار لغو از مولای حکیم صادر نمیشه. خب چرا کار لغو از حکیم صادر نمیشه؟ چون خودش میگه لغو قبیحه دیگه، قبیح از مولای حکیم صادر نمیشود. دقت کردید؟ خب اینا مواردی است که ما بحث میکنیم، جاش قبلا کجا با ثابت شده باشه؟ تو علم کلام. مورد دیگر در باب تزاحم، از جمله مباحث این باب تزاحم اهم و مهم است و تقدیم اهم بر مهم عقلاً و شرعاً لازم است. اما اگر شارع امر مهم را بر امر اهم بخواهد مقدم بدارد، میگوییم ترجیح مرجوح بر راجح است و هو لا یصدر من الحکیم. هست یا نیست؟ ترجیح مرجوح بر راجح میگیم عقلاً چیه؟ قبیحه و کار قبیح از مولای حکیم سر نمیزند. پس حتما باید امر اهم مقدم بر مهم بشود. خب این بحثی در باب ترجیح و چیه؟ که تعادل و تراجیحه که علم اصوله. خب میگم لازم است اهم بر مهم مقدم بشه. دقت فرمودید؟ ریشه در باز مسائل علم کلام داره. یکی به قش برمیاد که چه اشکال داره؟ دقت کردیم ما مهم رو بر مردم دلشون میخواد که مهم بر اهم مقدم بشه. میگه اینجا دل بخواهی نیست، یک امر عقلایی است که شما اهم رو بر چرا؟ چون با تقدم اهم داری مهم رو هم حفظ میکنی. اما اگر مهم رو بگیری هم مهم ضایع میشه هم اهم. پس بناءً علی هذا عقل میگوید یجب تقدیم الاهم علی المهم. نقلاً میگوید چرا؟ چون تقدیم مهم بر اهم قبیحه و این از حکیم سر نمیزنه. جاش کجاست؟ در علم کلام. شاهد دیگر در علم اصول در مبحث عام و خاص و مطلق و مقید از جمله بحثایی که مطرح می شود تأخیر بیان از وقت حاجت است. بله، تأخیر بیان از وقت حاجت است و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است و هو لا یصدر من الحکیم. خب
درست شد؟ عنایت بفرمایید. مثلا مولا عام رو الان گفته، خاص رو میخواد 3 هفته دیگر بگه. عبدم اگه میخواد بر این عام عمل بکنه بعدم بگه مقصود من عام نبوده، مقصود من خاص بوده. خب بگم خاص رو بیان نکردی. این میگن تأخیر بیان عن وقت الحاجه. دقت فرمودید؟ میگه هر چیزی که خوبه یه قیدم داره، میگه به وقتش هم باید باشه، در محلش هم باید باشه. و الا کاری که خارج است، ما یه فارسی زبان میگیم نیشدارو بعد از مرگ سهراب. دقت کردید؟ سهراب پهلوانی بوده، زخمی شده، نیاز به دارو داشت که زخمش درمان بشه. هی تعلل کرد، سهراب مرد. بعد یکی رفت من بهترین دارو رو پیدا کردم. ایشی میگن نیشدارو بعد از مرگ سهراب. این دقیقا تأخیر بیان عن وقت الحاجه است. یعنی اون زمانی که طرف تشنه بود ما آب نیاوردیم، گرسنه بود بهش غذا ندادیم، برهنه بود بهش لباس ندادیم، طرف که ضایع شد میگه حالا بهترین آب، گواراترین آب، بهترین غذا، بهترین لباس رو آوردین. طرف میگه برو به درد عمت بخوری، اینا الان دیگه نیاز نیست. اینا میگن تأخیر بیان عن وقت الحاجه. آیا مولا میتواند چنین تأخیری داشته باشه؟ نه، میگن تأخیر بیان عن وقت الحاجه قبیلی باشد و این کار قبیل لا یستر من الحکیم. خب این که قبیل لا یستر من الحکیم کجاست؟ تو علم کلام. و آخرین شاهدی هم که بیاریم و بحث رو به اتمام برسانیم، بحث این که مولا امر بکند به ذی مقدمه ولی بگوید امتثال ذی مقدمه بدون توجه به مقدمه. که میگوییم چنین تکلیفی تکلیف به مالا یطاق است. بله، تکلیف به مالا یطاق است و تکلیف به مالا یطاق صدورش از حکیم قبیح است و قبیح هم لا یستر من الحکیم. خب این 5-6 مورد رو که آوردیم خدمت عزیزان که اینها در اصول ما ازش چیا میکنیم؟ بحث میکنیم. درسته؟ اگه یادتون باشه تو بحث مقدمه ذی مقدمه بگه مقدمی باید باشه موصل الی ذی مقدمه باشه و الا امر به ذی مقدمه بدون توجه به مقدمه این تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به ما لا یطاق لا یستر من الحکیم میبود باشد. خب اینا شواهدی بود که عرض کردیم. پس بناء علی هذا آیا علم کلام از معدات اجتهاد هست یا نیست؟ یک دلیل عمومی آوردیم، دقت کردیم، توجه به مبانی کلامی فقه. از اون طریق رفتیم اثبات کردیم که علم کلام از معدات اجتهاده. دلیل دوم ما توجه به اجماعست که گفتیم زمانی اجماع حجت است که کاشف از قول معصوم باشه. یکی از طرق حجیت اجماع قاعده لطف بوده. از کانال قاعده لطف حجیت اجماع رو ثابت کردیم. دقت فرمودید؟ خب قاعده لطف هم بحثش کجاست؟ در علم
کلام می بوده باشد. پس بنابراین یا از خود علم کلام استفاده کردیم، دلیل اول، یا مسئله از مسائل علم کلام که قاعده لطف است، نیازمندی علم فقه به اجتهاد رو، به علم کلام رو ثابت کردیم. علاوه بر اینها اینو به ما دلیل دیگه نه، شاهد آوردیم. شاهد بر این که بین این دو تا علم رابطه هست مواردی که در علم اصول بله بحث می شود که حداقل ما 5-6 مورد رو آوردیم. اما دو تا مطلبی که خواستم پیشنهاد خدمت دوستان بدم که اگر این بحث قدر و قبح تجربی از اینها دیگه بعض تعبیر بعض قبح اشبه من علم کلام، اینها چیز جز بیان بحث ما ربطی داره؟ چرا نداره؟ اون بحث قدر و بحث قبح تجربی اینا. بله، قبح تجری از دو جهت بحث میکنن، قبح فاعلی و قبح فعلی. ما اعتقادمون اینه که در باب تجری قبح فعلی نیست، چون بالاخره معصیت از شخص صادر نشده، اما قبح فاعلی هست. اما یه بحث در این که آیا قبح فاعلی استحقاق عقاب رو میاره یا قبح فاعلی استحقاق عقاب رو؟ بله، ما میگیم عرفاً میاره اما عقلاً نه. دقت کردید؟ چون بحث انقیاد و عدم انقیاد مطرح است. اما اونی که در فقه ما و در علم کلام استحقاق عقوبت به ثواب رو میاره چیه؟ طاعت و معصیت، و طاعت و معصیت به فعل برمیگرده. دقت فرمودید؟ این بحث دیگره. با حال اینم تو علم کلام بحث میشه، بحث قبح. بله، آیا قبح اینجا قبح فاعلی یا قبح فعلی می باشد؟ مثلا اینکه فرمولی فقط قبح فاعلی داره، تعبیر بعضی از روایات اینه که مثلا فاعل مذمت کرده، گفتن یعنی عذاب میشه. خب از این نه، مذمت شیخنا، مذمت غیر از عذابه. خب مذمت نه، در روایت آمده یعنی عذاب میکنه. کجا؟ یه روایت بخون. یه روایت رو من دیده بودم. نه دیده بودی، سر کلاس اینجوری صحبت نکن آقا جان. نه من دیده بودم. عرض میکنم فردا اون روایت بیار. بالفعل اینجوری روایت وجود داره، چطور جواب میدید؟ عرض میکنم ما بر اساس روایاتی که ما داریم که اونجا میرساند که آدم متجری عقاب نمی شود، چون ملاک عقاب چیه؟ معصیته. معصیت عرض محال که محال نیست. خب روایتی وجود داره، چجوری توجیه بکنیم که عرض میکنم اگر شما اولین روایت باید بیاری که آیا چنین روایتی داریم یا نداریم، در مقابل اون روایات کثیره‌ای که داریم که در باب تجری و دلیل عقلی داریم که در باب تجری عقاب مذمت هست اما عقاب نیست، بعد میگیم خب این روایت تابع خدمت از کنیم که مبارزه و معارضه با اون روایات کثیره و دلیل عقلی رو نداره. باز تاکید میکنم آدم متجری مستحق مذمت هست اما استحقاق عذاب رو نداره، چون ملاک و معیار در عذاب چیه؟ معصیته. معصیت به صدور فعله. طرف به قصد شراب رفت، خور آب در اومده، بله میشه بهش بگیم شراب خور؟ عذابم برای شارب الخمره. واقعا میتونیم بگیم آقا شارب الخمره؟ میگیم نه، این آقا تظاهر به شرب خمر کرده اما در واقع شارب الخمر نبوده. ارائه فرمودید؟ این مسائل این که عرض میکنم مباحث دقیق با ملاحظه بشه، این پاسخ خیلی راحت میشه. یعنی بر اساس مبانی انسان میتونه از حرفی که میزنه از حرف خودش دفاع بکنه. اما دو تا پیشنهاده، یعنی اگر دوستان آمادگی دارن ما میتونیم یک خدمت فاز جدید رو باز بکنیم، منتها نیاز به صبر و حوصله داره. یه بحث در رابطه با رابطه فقه و کلام، رابطه فقه و کلام. این چیزهای قشنگی تو اسم امروز داشتم مطالعه میکردم،
اصلا این مسائل رو کشوندن به بحث ظهور. دقت کردیم؟ ماها که منتظر ظهور هستیم، آیا فراهم کردن مقدمات ظهور بر منتظران واجبه یا واجب نیست؟ الان چند تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه چی میگن؟ میگه روایات داریم در عصر غیبت، شما دست رو دست بذارید، برید نمازتون بخونید، دعاتون بخونید تا زمین و زمان رو فساد بگیره تا حضرت حجت بیاد. خب یعنی یک دیدگاه فقهیه، یعنی زمین سازی برای ظهور امام زمان بر منتظران منجی قائب واجب نیست. حکم شرعی است یا نیست؟ فقه دیگه. خب این مبتنی بر چیه؟ کلامه که آیا منتظران وظیفه دارن یا وظیفه ندارن. یه دیدگاه اینه که نه، ما باید وظیفه ما رو انجام بدیم، بستر رو آماده کنیم برای ظهور. پس بستر سازی برای ظهور امام زمان چیه؟ واجبه. این بستر تلاش برای ظهور امام زمان واجب است، حکم شرعیه. و این حکم شرعی نشأت گرفته از کجاست؟ مربوط به امامت هست یا نیست؟ امامت مربوط به کیه؟ کلامه. نگاه کنید، یعنی اگر ما رابطه بین علم کلام و علم فقه را ریشه‌ای و عمیق بررسی بکنیم، وقتی تو همین مسئله که الان من گفتم شما میتونی راحت حکم شرعی رو به دست بیاری که آیا حکم شرعی وجوب تلاش برای ظهوره که یه عده میگن، یا حکم شرعی عدم وجوبه، نه لازم نیست تا قبل از ظهور ما کاری انجام بدیم. بله؟ بریم همون کارهای فردی، وظیفه فردی خودمون انجام بدیم، نیاز نیست. الان یه بحثی مطرح هست، آیا تبعیت از ولایت فقیه واجب یا واجب نیست؟ این فرعی بر بحث امامته. الان یه عده قائل بر این هستن که همون تکلیفی که به امام معصوم داشتیم بر نائب ایشون هم داریم. خب این برمیگرده به بحث امامت. بحث امامت کجاست؟ تو علم کلامه. بعضی میگن نخیر، در عصر غیبت ولی فقیه چنین خدمتتون منصبی نداره. آمدن دائره اختیارات فقیه رو خیلی جزئی کردن. میگه سلطه بر ایتام داره، بر اموال داره، چی داره؟ ولی فقیه حق این که حکومت تشکیل بده نداره. خب اینا برمیگرده که ما این رابطه علم کلام و فقه رو خب بررسی بکنیم. این موضوعه که دوستان تحمل بفرمایند که این بحث ادامه بدیم یا خیر. این بحثی به نظر من خیلی علمی، جدی و دارای خدمتتون عرض کنم که ثمرات می باشد. یه بحث دیگری هم که به نظر من ای کاش ما قبل از شروع مباحث اصلی اجتهاد به تقلید بحث میکردیم، مناهج الاجتهاده. مناهج الاجتهاده، روش های اجتهاد درسته. تا طرف روش اجتهادش مشخص نباشه، بله، اون اجتهادش هم خدمت بیراه رفتنه. این مناهجی که وجود داره، کدام منهج درسته، کدام منهج درست نیست. اینا فرمودید؟ من دیشب در مطالعه دیدم یک از بزرگان خیلی قشنگ مسائل تطبیق کرده. اصلا گفت اولین مرحله طلبه باید یاد بگیره تطبیق العلم.
ما چند سال اصول فقه خوندیم، معالم خوندیم، رسائل خوندیم، کفایه خوندیم، شاید 200 مسئله اصولی رو خوندیم، اما کدام از این مسائل در فقه نقش دارد در دست ما نیست. خب اگر این مسائل تطبیق علم را اگر یاد گرفته باشید، بعد به شاگرد خودیم آقا این 100 تا قاعده اصولی داریم، 60 تاش تطبیق میکنه، روی اینها بیشتر کار کن، سرمایه گذاری بکن، چون بعدا تو اجتهاد بهت کمک میکنه. اما اون 40 تا را از باب علمی یاد بگیر. اراد کردید؟ اما اهم و مهمی که میگفتیم، ما این بحث تطبیق العلم در حوزه ما متاسفانه کمرنگه. برخی از اساتید که درس‌های خصوصی دارن این مسائل رو وارد شدن. عنایت کردیم؟ پس منهج العلم هست، منهج الاجتهاد است. حالا منهج العلم از ما گذشت دیگه، آقایون رسائل و مکاسب و کفایه رو خوندن، اما الان که درس خارج هست، یعنی انسان شیوه اجتهاد رو میخواد یاد بگیره. دقت کردید؟ این شیوه ها و منهجی که برای اجتهاد وجود داره چند تاست؟ کدام یک از اینها منهج های درسته، کدام منهجی درست نیست. این 2 تا موضوع به ذهنم رسید. حالا دوستانم یک تأمل بفرمایید تا ببینیم خواست خدای متعال بر چی تعلق میگیره. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امروز یکی از دوستان یه بحثی مطرح شد، آقا بذار گوش بدم خوبه، که آقا شاید انشاءالله یه سری درس‌های خارج دیگریم از دیگران شروع بشه. گفتم من که از خدا میخوایم، دقت کردید، دعا هم میکنیم که یک روزی بگن در حوزه‌های تشیع هندوستان 10 تا درس خارج برگزار میشه، فقه، اصول، امثال اینها، که دست آقایون باز باشه در انتخاب استاد، که برن هر استادی که با سلیقه اونها، با ذوق اونها جور در میاد انتخاب استاد بکنن. حتی من به منظور هم گفتم که بگردید اساتیدی پیدا بکنید که اگر علاقمند به تدریس سطوح هستن، مثل رسائل، مکاسب و کفایه هستن، و الان تمام حوزه‌های شیعه ما آخرین کتابی که میخوان لمعه است، از لمعه بالا، مگه دوستانی که رفته باشن جای دیگه خونده باشن برگشت باشه، ولی عموم طلبه هایی که تا لمعه خوندن اگر نجف به ایران نرن، ولی تو همون لمعه میمونن. و چه اشکال داره ما یه بستری رو آماده بکنیم، ولی عزیزانی که توانمندیشو دارن یا چند تا درس رسائل پخش میشه به صورت همین آنلاین، چند تا درس برای کفایه باشه، چند تا درس هم برای مکاسب باشه، که این حالت توقف علمی بیرون بیاییم، بریم به سمت اینی که سر و صدای علمی در حوزه هاست. یعنی از مقدمات تا درس خارج درس داریم در حوزه های تشیع. این میطلبه که اساتید گرانقدر، اساتید دلسوز که اگر انشاءالله صدای ما به اونها میرسه، به این خواست ما لبیک بگوین. ما هم به عنوان جامعة المصطفى هر گونه حمایتی از دست ما بربیاد در خدمتشان هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.